ببینید این دکمه خاموش روشنه. یه بار که میزنی خاموش میشه روشن. دمایی که نشون میده دمای محیطتونه. یه بار که میزنی روشن میشه. این دکمه مود نوشته، مود تغییر وضعیته، یعنی اینجا این ستون عوض میشه. الان رو علامت برفه، تابستونا شما میذارید روی این علامت درجه رو با این بالا پایین میکنید. بله. معمولا اینه میذارید رو 24 درجه، خب که دما محیطتون رو برسونه رو 24 قطع و وصل میکنه. اگه بذارید رو مثلا 16 درجه به کوب کار میکنه که دما رو برسونه به 16، نمیتونه، پول برق خیلی زیادی براتون میاد. پس تابستون که استفاده میکنید این رو 24 باشه. 25 نه، 24 25 26 بستگی به خودتون داره. احساس کردید که خنکه دما رو ببرید بالا، خاموش روشن نکنید. ببین احساس کردیم خنکه بریم بذارید رو سی بذارید. بستگی به خودتون داره. ببینید این دکمه رو که میزنی، دکمه مودو که میزنی، یه بار دیگه که میزنی یه علامت رطوبتگیر میاد که واسه شمال و جنوب ایرانه که شرجیه. یه بار دیگه که میزنی یه علامت فن میاد، یعنی فقط پنکه کار میکنه، نه سرما میده نه گرما. دمایی هم که نشون میده دمای محیطتون، هیچ عوض هم نمیشه. اینجا مصرف برق پایینه، این پنکه است، اصلا مصرف برقی نداره. یه بار دیگه که میزنی علامت خورشید میاد، دستگاه خاموش میشه. 10 دقیقه یه رو دیگه موتور روشن میشه. موتور که روشن شد بعد بهتون گرما میده. 10-15 دقیقه طول میکشه تا گرما بده. گرما میده آخریه. دما رو میبرید رو 32 درجه، بعد چی میکنید؟ یه 10 دقیقه یه رو که میگذره بعدن روشن میشه. فکر نکنید که خرابه، عجله نکنید. یه بار دیگه که میزنی میشه اتو، یعنی 3 تا فلش میاد، یعنی خودش تشخیص میده سرما بهت بده یا گرما. رو 24 درجه دماتون رو نگه. همیشه رو اتو باشه دیگه؟ نه، همیشه شما بذارید رو علامت برف. بله. این فنه، یعنی پرتاب باد. الان صدای باد رو گوش میدید. ببین این شد توربو، یعنی بیشترین پرتاب باد. این اتو، یعنی خودش تشخیص میده چقدر پرتاب باد بهتون بده. این کمتر.